عرضم به حضورتون توی که پلیس راه یه نیسون پر از گوجه فرنگی رو نگه داشت و گفت وارد کردن این مواد به شهر ما ممنوعه و جریمه تو هم اینه که یه صندوق از این گوجه ها رو بخوری و دیگه از این کارا نکنی. این هم شروع کرد به خوردن و حین خوردن میگفت ای بدبخت مندلی، ای داد بیداد مندلی، الهی برات بمیرم، فکت پیاده است مندلی، ذلیل و بدبخت شدی. پلیس پرسید این مندلی کیه؟ اینم گفت هیچی، داشتم پشت سرم داره میاد، یه نیسون پر از فلفل هندی میاره. میخوای بگی که یعنی پشت سر برجام FATF و اینا هستن؟ میخواستم بگم که این داستان رفتن دشمنای نظام از عراق و فایل صوتی نیست، وارد این چیزا نشو. باشه آیه دکتر، بریم سراغ صحبت‌های گرانقدر مقام عظما تو جمع فرماندهان سپاه. مقام عظما بالاخره چی میخواست بگه؟ بدبختی همینه که هیچی نمیخواست بگه. اگه به خودش بود که لام تا کام چیزی نمیگفت که. وقت کشی هم خوب چیزیه، عین زرافه. زرافه؟ بله، زرافه تا بخواد از ترس آب دهنشو قورت بده خطر رفع شده. دوباره آرامش برقراره. ولی رو جسد زرافه آیه دکتر بالاخره حرف مقام عظما با فرماندهان سپاه چی بود؟ دو جمله. ریزش تو سپاه زیادی ضایع شده، حاجی رفسنجانی هم پوز ایشونو زیادی مالونده. حالا اینا رو قاطی کمی هارت و پورت و خط و نشون این بار آمریکا هم کردن، ولی جدی نبود. ولی خیلی جدی بود. گفتن من به آمریکا اعتماد ندارم، ضربه کمی نیستیم به شیطان بزرگ. بیشی بابا دیگه، شیطان بزرگ رو انداخته واسه ما. همین الان حاجی روحانی تو نیویورکه. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بادو عرض میکردم، بله میفهمودن که طرف تو قهوه خونه گفت یه بار دیگه از این غلطا بکنیم فکتو پیاده میکنم میذارم کف دستت. گفتن که با کی حرف میزنی؟ گفت هیچی، شیش ساکت. یه چند تا چهارراه اون ورتر با یکی حرف هم شده، نگاه هیکلش که کردم زهرم ترکید، جرئت نکردم چیزی بگم. الان میگم شاید دهن به دهن بهش برسونین تا حساب کار خودشو بکنه و بفهمه که با کی طرفه. حرفا روشن شد یا هم چی بزنم که بری چهار چرا حرفای مقام عظما رو شما باید توضیح بدین؟ چرا خودش حرف مشخص نمیزنه؟ به خاطر اینکه الان سر دوراهی زهرخوری‌های بعدی وایستاده، یا زهر منطقه‌ای رو میندازه بالا یا باید بزنه میز چپ کنه که اون وقت هم زیر تحریم جون میده بدبخت بیچاره. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادو عرض میکردم، بله میفهمودن که به سرپرست تیم جیمناستیک که جیمناستش مریض شده بود گفتن اگه جیمناست نیاد تو تشک $100,000 به اینجا جریمه بدیم ملت نشستن تماشا بکنم. پیش خودش گفت برنده شدن برام مهم نیست، پیشکش یکی رو بفرستم که اقلا جریمه رو ندم. از سالن رفت بیرون دید یه پیرمردی داره بلند شده رو هوا، 3 تا ملق و پشتک و جفتک و خلاصه اومد پایین، سامرسالت زد براش. گفتش که خدا از آسمون برام رسونده. رفت پیشش گفت آقا $1,000 بهت میدم تو بیا همین کارو تو سالن بکن. گفت نمیشه. گفت 10,000 تا. طرف گفت نمیشه. گفت بابا ناکس تو که داری مجانی این کارا رو میکنی، خب بیا پول بگیر همین کارو بکن دیگه. پیرمرده گفت اگه 1,000,000 بدی حاضر نیستم دوباره با چکش بکوبم رو انگشت خودم. کاش با چکش میکوبیدین آیه دکتر، خواهش میکنم کاش با چکش میکوبیدین رو سر من و این همه فشار و نظام و بدبختی خلاصم میکردن. آره مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که به تنبله گفتن چه موقعی از زندگی لذت بردی؟ گفت وقتی که تصادف کردم رفتم تو کما، آی خوابیدم. آیه دکتر این خیلی عجیبه. صحبت‌های مقام عظما طوری بود که هر دو جناح تو روزنامه‌شون ازشون نقل کردن. مثلا این حاجی روحانی برای همین کثافتکاریه که جزئی دلواپسه رو در میاره از مقام عظما نقل میکنه. نقل قول که دلیل نمیشه قربونت برم. هر کسی ممکنه از کس دیگه نقل قول بکنه فکش هم آورده باشه پایین. پسر ناخلف همسایم همیشه میگفت هیچ وقت آخری فرمایش پدر بزرگم قبل از مرگشون فراموش هم نمیشه. گفتن چی میگفت؟ گفت هیچی. میگفت نردبون تکون نده کر بوس. آیا دکتر روشن شد یا بذارم تا از نردبون بیافتی پایین؟ آیا دکتر خواهش میکنم یه سوال پایه‌ای.
مقام عظما که زیرکی همه این کارا رو خودش کرده و از برجام و FATF و مذاکرات پشت پرده با شیطان بزرگ، پس چرا تا میخواست از اینا بهره بردار بکنه همه چیز یه دفعه خراب شده گندش در اومد؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم. بله میفهمودن که تو مسجد آخونده تو بلنگو گفتش که میخوام یکی رو به شما معرفی بکنم که قبلا دزد بوده، مشروب و مواد مخدر هم مصرف میکرده، هر کسافتکاری هم میکرده، ولی حالا گذاشته کنار و خلاصه اومده اینجا. گفت بیا پسر جان، بیا بلنگو رو میکروفون رو بگیر و خودت براشون ماجرا رو تعریف کن. طرف گفت من یه عمری دزدی میکردم، معصیت میکردم اینا، ولی خدا آبرومو نبرد. از وقتی که کنار گذاشتم این آخونده برای من آبرو حیثیت نذاشته. روشن شد چه بذارم که آبرو حیثیت بره پیش آخونده. اگه از من بپرسی که مقام عظما یه آخوند روزخون دوزاریه، میگم آره دمت گرم. اگه بگی ایشون عملیه و روز به روزم عملش داره زیاد میشه، میگم دمت گرم. ولی شما شوخی با مهربانی خاص خودتون ایشون سکه یه پول کردید. اولا که توی وضعیت وخیم اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ایشون یه سکه و یه پولم که بشه باید امامش پرت کنه آسمون هفته. خدا بخواد. آیا دکتر این داره میفته تو داره، اون وقت استراتژیستش به جای که دستشو بگیره داره هولش میده پایین. هولش میدم یا تو که توی این برنامه صاف جلو همه بهش گفتی روزخون دوزاری. آخه تو میبینی که این داره دست به دامن همه میشه از شیطان